تو را ای خاک پاکی بیکنارم دوست می دارم. چو اسمی قبلگاهی نامدارم دوست می دارم. چو هر یک ذره خونم زی تاجیک بودنم گوید تو را ای تاجیکستان ای دیارم دوست می دارم. با عرض سلام و درود به همه شما هموطنان گرامی. من ابراهیمов انوشیروان، شهروند جمهوری تاجیکستان، فرزند این ملت، از تاجیک بودن خود و در این سرزمین آسایشته زندگی کردنم فخر میکنم، چون که این وطن مرا در آغوش گرم خود به وایه رساند و من امروز دانشجوی دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی به حسابگیری بوغالتری تحلیل و اودیت شدم و از سیاست پیشگرفته جناب عالی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان از صدق دل راضیم و امروز مطمئن گشتم که هر کسی اگر میخواهد و کوشش میکند به دلخواه دانشگاه در این سرزمین رایگان داخل میشود. سرم به آسمان میرسد. بسیار خرسند و خوشنودم و به واسطه به جناب عالی تشکر میگویم که به ما جوانان چنین یک امکانیت بسیار خوب را فراهم آورده است و وعده میدهم و کوشش میکنم که یکی از دانشجویان با لیاقت این دانشگاه و این فاکولته و یکی از فرزندان با ننگ و با ناموس این وطن باشم. شود آغاز راهم از بلندی های کوهستان، نمی ترسم زی سردی و زی باد و برف و از طوفان. به سوی تو نگاهی کج نماید نانکور گر، دفاعت میکنم هم با سخن هم با بهای جان. و چنانه که پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان در سخنرانیشان میگویند باید هر فرد کشور شکرانه این سرزمین و این وطن را کند با همه کمبودی‌هایش و در فکر آینده درخشان این سرزمین باشد. تو را چون مادری شب زنده دارم دوست می دارم. تو را ای مرز سبزی ننگ و آرم دوست می دارم. وطن از رشته مهری تو باشد تار و پودی من، به هر یک ضرب قلبی بیقرارم دوست می دارم. خداوند همه ما و شما را در پناهش نگاه دارد.